لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ چون یک بار در سور دمیده شود و زمین و کوه‌ها را برگیرند و یک باره در هم کوبند، آن روز آن حادثه به وقوع پیوسته باشد و آسمان که در آن روز سست شده است بشکافد و فرشتگان در اطراف آسمان باشند و در آن روز 8 تن از آنها عرش پروردگارت را بر فراز سرشان حمل می کنند و در سور دمیده شود. پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها او که بخواهد بیهوش می شوند و بار دیگر در آن دمیده می شود. ناگهان از جای بر می خیزند و می نگرند. الله تعالی به اسرافیل امر می کند، پس در سور می دمد. یک اعرابی از رسول الله علیه السلام سوال کرد که ای رسول الله، سور چیست؟ سلام و صلوات الله بر او باد گفت شاخی است که در آن دمیده می شود. این اعرابی را از چیزی با خبر ساخت که با چشم خود می دید، حتی شکل سور را بتواند تصویر کند. سور یک مخلوقی از مخلوقات است. این شاخی که در گوسفند و دیگر جنبنده ها می توان دید، از بالا تنگ و از پایین باز و وسیع است که به سر آن چسبیده. پس بعضی وقتا آن را خالی می کردند و از آن برای درست کردن صوت خاصی استفاده می کردند. سور نیز شبیه آن است. اما سور چیز بزرگی است و سلام و صلوات الله بر او باد فرمود چگونه می توانم خوش باشم در حالی که صاحب سور را برداشته است و یک طرف از آن را به بالا و طرف دیگر آن را پایین گرفته و منتظر است که چه هنگامی امر می شود تا در سور بدمد. و همچنین سلام و صلوات الله بر او باد فرمود من و روز قیامت مانند این دو مبعوث شدم و انگشت سبابه و انگشت وسطی خود را جفت کرد. پس مبعث او از علامتهای نزدیک بودن قیامت است. 6 چیز را از علامتهای برپا شدن قیامت بشمار. پیامبر اکرم فرمود 6 چیز را از علامتهای برپا شدن قیامت بشمار. یکی مردن من، پس از دنیا رفتن خود را علامتی از علامتهای نزدیک شدن قیامت بیان نمود. قیامت چه موقع برپا می شود؟ علم آن نزد پروردگارم است. تو را از قیامت می پرسند که چه وقت واقع می شود؟ از یاد کردن آن تو را چه کار است؟ منتهای آن نزد پروردگار توست. جز این نیست که تو کسانی را که از آن روز بترسند بیم می دهی، چون آن را ببینند پندارند در این جهان جز یک شامگاه یا یک چاشت درنگ نکرده اند. چند سال در روی زمین ماندگار بودید؟ میگویند 1 روز. سپس دیدند که 1 روز زیاد است. یا بخشی از 1 روز ماندگار بودیم. از فرشتگان شمارشگر بپرس. خداوند میفرماید جز مدتی اندک درنگ نکردید. کاش شما میدانستید. ذکر شد که همانا نوح علیه السلام در بین قوم خود 950 سال باقی ماند. این مدت دعوت ایشان بود. اما چند سال قبل و بعد از دعوت زنده ماند فقط خدا می‌داند. ذکر می‌شود هنگام مرگ از نوح علیه السلام سوال شد که تو دنیا را چگونه دیدی؟
در حالی که تو کسی هستی که مدت طولانی زندگی کردی و مردم زیادی دیدی و دعوت کردی و در راه الله اذیت شدی و پیش این آمدی و از پیش اون یکی خارج شدی و پیش آن ماندی. ای نوح، دنیا را چگونه یافتی؟ گفت به الله قسم، آن را بجز یک خانه ندیدم که از دری داخل و از دری دیگر خارج شدم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مثال من و دنیا همانند یک سواره‌ای است که در زیر سایه درختی درنگ کرد، سپس رفت و آن را ترک کرد. مدت زمان مکث کردن ما در این دنیا همانند مکث کردن مسافر به هنگام استراحت زیر این درخت است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحابه خود را همواره امر می کرد تا برای برپایی روز قیامت خود را آماده سازند. بلکه روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که بر آنها خارج شد و دید که مشغول حرف زدن هستند، فرمود درباره چه حرف میزنید؟ به صورتهای آنان نگریست، دید که صورتهایشان همانند همیشه نیست. سوال کرد که درباره چه حرف میزنید؟ انگاری از آنها سوال میکند که چه چیزی ذهن شما را مشغول ساخته؟ گفتند ای رسول الله، اول روز در مورد دجال صحبت کردی و او را سبک و سنگین کردی تا اینکه گمان کردیم در این نزدیکی در میان این نخل هاست. ای رسول الله، با ما در مورد دجال و فتنه او و آماده سازی برای مقابله با او و شدت گرفتاری در هنگام خروج صحبت کردی تا اینکه گمان کردیم که او نزدیک ماست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مگر به غیر از دجال از چیز دیگری بر شما می ترسم. اگر خروج کند و من در بین شما باشم، من حریف او می شوم. و اگر خارج شد در حالی که من با شما نبودم، پس هر کسی مسئول خود است. حتی فرشته ها، جبرائیل، میکائیل و اسرافیل، هیچ کس نمی داند که قیامت چه موقع برپا می شود. علم آن نزد پروردگار من است. تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است. نمی آید مگر به صورت ناگهانی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که اگر بار اول در صور دمیده شد، اولین کسی که آن را می شنود مردی است که در حال درست کردن حوضی برای شتران خود است. یعنی به نزد چاه آبی آمد و نزدیک آن یک حوضی بنا کرد تا اینکه آب را از آن چاه خارج کند و آن را در حوض بیفکند تا شترها آن را بنوشند. آن را اصلاح می کرد. در حال درست کردن حوضی برای شتران خود است. دمیدن درون سور را می شنود. پس از هوش می رود و دو مرد نیز آن را می شنوند در حالی که لباسی را پهن کرده بودند. می خواستند خرید و فروش کنند، پس دمیدن در سور را می شنوند. نه لباس را جمع و نه خرید و فروش را انجام می دهند و بیهوش می شوند. دو بار در سور دمیده می شود. در بار اول زنده ها بیهوش می شوند و قبل از آن الله تعالی مردم را به سوی محشر خود سوق می دهد. پس آنها را در سرزمینی سفید و یک دست جمع می کند. سپس بیهوش می شوند، اما مرده هایی که درون قبرهای خود هستند از دمیدن اول خبری ندارند. همانا اولین دمیدن خاص کسانی است که زنده مانده باشند. کسی که حوض شتران خود را درست می کند. کسی که با دیگری معامله می کند. مردی که لقمه ای را به سمت دهان بلند می کند و بیهوش می شود. این گونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبیین کرد. اما کسانی که در قبور خود بودند، دمیدن اول شامل آنها نمی شود. الله تعالی اسرافیل را امر می کند تا بدمد. چه موقع می دمد؟ الله تعالی عالم تر است. مردی به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای رسول الله، قیامت چه موقع برپا می شود؟ پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او روی برگرداند
بعضی ها گفتند که پیامبر سوال را شنید ولی دوست نداشت به آن جواب بدهد و بعضی ها گفتند که پیامبر سوال او را نشنید. صحابه این گونه بین خود حرف می زدند. پس اعرابی ساکت شد و نشست. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کلام خود را کامل کرد. سپس روی برگرداند و فرمود: سوال کننده در مورد قیامت کجاست؟ گفت: من هستم ای رسول الله. فرمود: هرگاه امانت از بین برود پس منتظر قیامت باش. امانت مرد در اموال. هرگاه امانت را ضایع کرد و اموال را بدون حق بخورد. زن امین بر اموال شوهر خود است و امین بر آبروی اوست. اگر امانت را ضایع کرد پس منتظر قیامت باش. الله تعالی فرزندانت را امانتی بر گردن تو نهاده. مسئول بر آنها هستی، پس اگر آنها را ضایع کردی منتظر قیامت باش. کارمند نیز امین بر اوراق مردم است و انجام کارهای مردم، پس اگر ضایع کرد منتظر قیامت باشد. ملت و اموال مردم امانتی بر گردن حاکم است، پس اگر آن را ضایع کرد منتظر قیامت باشد. خلبان هواپیما، راننده قطار، آشپزی که برای مردم غذا میپزد. غذای مردم امانتی بر گردن توست و میبایستی چیزی بجز آنچه به صلاح آنهاست به آنها ندهی، پس اگر آن را ضایع کرد منتظر قیامت باش. فرمود اگر امانت از بین رفت پس منتظر قیامت باش. و در روایتی دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کسی که از او سوال کرد قیامت چه موقع است؟ جواب داد که چه چیزی برای آن آماده کردی؟ گفت که من چیز زیادی را برای آن آماده نکردم، بجز اینکه الله تعالی و رسول او را دوست می‌دارم. الله و رسول او را دوست می‌دارم. پس رسول الله به او فرمود تو با کسی هستی که دوست می‌داری. انس می‌گوید گفتم ای رسول الله آیا این خاص اوست یا برای عموم مردم است؟ فرمود بلکه برای عموم مردم است. انس می‌گوید به الله قسم، می‌گوید تا به حال این چنین خوشحال نشده بودیم. وقتی شنیدیم که به آن مرد فرمود تو با کسی هستی که دوست می‌داری. در سور دمیده می‌شود در حالی که مردم مشغول امور روزمره هستند. بعد از اینکه عیسی ابن مریم نازل می‌شود، مهدی خارج می‌شود، دجال خارج می‌شود، یأجوج و مأجوج خارج می‌شوند. بعد از اینکه 3 خسف روی می‌دهد، یکی در مشرق و یکی در مغرب، حادثه‌های بزرگی به وقوع می‌پیوندد و روز قیامت نزدیک می‌شود. علامت‌های کوچک تمام می‌شوند و قیامت نزدیک می‌شود. به همین دلیل هنگامی که شخصی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد قیامت سوال کرد فرمود تو را از علامت‌های آن با خبر می‌کنم. من نمی‌دانم که چه موقع قیامت است، اما علامت‌هایی را به تو می‌دهم که هرگاه به وقوع پیوست بدان که قیامت نزدیک است. هنگامی که ببینی پابرهنه‌ها و بی لباس‌ها شروع به رقابت در ساخت برج‌های بلند کنند. این را چه موقع فرمود؟ این را هنگامی فرمود که در بین اصحاب خود نشسته بود. پس مردی سیاه مو و سفید پوش نزد او آمد که آثاری از خستگی مسافرت بر او نبود و نه کسی از ما او را می شناخت. همان گونه که عمر که رضای الله بر او باد می گفت که آمد و پیش روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست. پس 2 دست خود را بر روی پایش گذاشت و زانوهای خود را روبروی زانوهای پیامبر قرار داد. سپس گفت که مرا از اسلام با خبر ساز. فرمود این که گواهی بدهی بجز الله هیچ معبودی نیست و این که محمد رسول الله است. نماز را به پا داری و زکات را ادا کنی و رمضان را روزه بگیری و اگر توانستی حج بروی. گفت که راست گفتی. صحابه میگویند از آن تعجب کردیم، چرا که از او سوال میکند و سپس او را تصدیق میکند و این دلیل بر آن است که سوال کننده از پیش جواب را میدانسته است. گفت که من را از روز قیامت با خبر کن. گفت کسی که از او سوال شده از سوال کننده آگاه تر نیست. تو از من سوال میکنی. تو جواب را نمیدانی، پس میخواهی من تو را با خبر کنم؟ به الله قسم همان چیزی که نزد من از نزد تو نیست هست. کسی که از او سوال شده
از سوال کننده آگاه تر نیست. فرمود کسی که از او سوال شده از سوال کننده آگاه تر نیست. گفت پس من را از نشانه های آن باخبر ساز. علامت هایی را بده که اگر به وقوع پیوست بدانیم این از علامت های نزدیک بودن آن است. گفت هنگامی که زن کنیز سرور خود را به دنیا بیاورد. اینکه زنی دختری به دنیا بیاورد که این دختر با حقوقی که در حق مادر روا می دارد و امری که به او می کند همانند یک سروری بر مادر خود می شود. و گفته می شود که در آخر زمان انقدر کنیز زیاد می شود که دختران آزاد هستند ولی مادران هنوز در بردگی می مانند. و اینکه ببینی انسان‌های پابرهنه و لخت ساختمان‌های بلندتر از یکدیگر بسازند. اینکه مردم بادیه نشین بیایند و بعد از اینکه پابرهنه و لخت بودند هر کدام از آنها برجی بلندتر بنا می‌کند و میگوید که طول برجی که بنا کردم این چنین است و دیگری میگوید من برج بلندتری از او میسازم. برج بلندتری را بنا کند و اینکه ببینی مردم پابرهنه و لخت هر کدام از آنها برج بلندتری را بنا می‌کند. سپس آن سوال کننده خارج شد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خود که آن سوال کننده را نمی شناختند و از او به خاطر نبود اثر مسافرت و خستگی و نشناختن او تعجب کرده بودند. به آنها فرمود که او را به نزد من برگردانید. پس خارج شدند و شروع به گشتن کردند. سپس به پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتند و گفتند که او را نیافتیم. فرمود این جبرئیل بود و آمد تا امور دینتان را به شما بیاموزد، یعنی مسائل مهمی را به شما بیاموزد و به شما بیاموزد که چگونه سوال کنید. پس نه پیامبر می‌داند که قیامت چه هنگام است و نه جبرئیل. اما او فرمود هر آن کس از دنیا برود قیامت او برپا می شود. برپایی قیامت قطع شدن اعمال است. اگر قیامت برپا شد اعمال بندگان قطع می شود. به این معنا که همانا ابوبکر، عمر و عثمان و علی همانا بهترین مردم، حتی اگر امام احمد و ابو حنیفه و شافعی و مالک را ذکر کنی، اگر این علما را ذکر کنی، اگر این انسانها صالح و انسانهای غیر صالح را ذکر کنی، همگی اینها هر کسی که از دنیا رفت پس قیامت بر او برپا شد. یعنی از دنیا به قبری منتقل شد که از آن بر نمیخیزد مگر در هنگام دمیدن دوم در صور. الله تعالی اسرافیل را امر می کند تا برای اولین مرتبه در صور بدمد. پس اسرافیل در صور دمید و این ناگهانی خواهد بود. این صدا به گوش همه ساکنان بر روی کره زمین می رسد. هر انسان زنده، موجود، عرب باشد یا عجم، مسلمان باشد یا کافر، برده باشد یا آزاد، کوچک باشد یا بزرگ، آن را می شنود. هر کسی حتی اگر بر روی تخت مریض باشد، اگر اسرافیل بدمد، این صدا در گوش همه مردم وارد می شود و همه آن را می شنوند. پس کسی آن را نمی شنود مگر اینکه از هوش می رود. یعنی در جای خود می میرد. چه کسی او را غسل می دهد؟ چه کسی او را دفن می کند؟ چه کسی بر او نماز می خواند؟ چه کسی او را دفن می کند؟ هیچ کس. هیچ کس. به خاطر اینکه مردمی که می بایستی به او اهمیت بدهند، از برادر و فرزند و دوست همگی با او بیهوش شدند. پس همه مردم از هوش می روند و اجساد آنها بر روی زمین باقی می ماند. و کسانی که قبلا مرده بودند در زیر زمین دفن شده بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را با خبر ساخت که همانا همه مرده از بین می رود و چیزی از او بجز عجب الذنب باقی نمی ماند. و عجب الذنب آخرین مهره از ستون مهره هاست. ستون فقرات. مهره های به هم پیوسته در کمر از ابتدای گردن تا انتهای آن را. این عجب الذنب است. آخرین قطعه از آن مهره ها این قسمتی است که باقی میماند و این همان چیزی است که الله تعالی بندگان را از آن می آفریند. نخفه اول در صور دمیده می شود. پس مردم بر دو قسم می شوند. قسمت اول مردگانی هستند که درون زمینند. آنها چه تعدادی هستند؟ الله تعالی به آن عالم تر است.
قسمت دوم مردگانی هستند که بر بالای زمین هستند، که بعضی از آنها بر روی غذا بیهوش شدند و بعضی در دکان خود و برخی در کنار شتران خود، هر کسی در جایی بر زمین افتاد. هیچ کس در مورد دیگری سؤال نمی کند، همگی مردند. پس هنگامی که برای بار اول در سور دمیده می شود، مدت زمان طولانی تا زمان دمیدن دوم می گذرد. 40 تا می گذرد. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پروردگار عزوجل ما را با خبر ساخت هنگامی که در سور دمیده می شود، هر آن که در آسمان و زمین هستند بیهوش می شوند. اما کسانی که در زمین هستند را شناختیم. همه جن و انس و حیوانات و همه جنبنده ها، همه چیز از دنیا می رود. اما کسانی که در آسمان هستند چگونه بیهوش می شوند؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، این نیز دارای خبر دیگری است. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لشيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن